السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه کس خوب هستید، همیشه خوب مانید. دوستان عزیز، رحمت برای لایکاتان، رحمت برای دیدن ویدیوهای ما، رحمت برای دستگیری هاتان. هزار رحمتی کلام. در اینجا امروز من یک نمود کیکسی با مزه آسان تیار کردم. حتما دخترها تیار کنید. در اینجا به ما لازم است 2 دانه تخم، 100 گرم ساخن پودره، نقص کک لحت میزنیم تا سفید شدنش لحت میزنیم. حتما با ما باشه دخترها. در اینجا من سیدری لیمون نیمت همون لیمون پوستش اترتراشا گذراندم. شما میخواهید یک لیمون کنید. در اینجا دخترها 100 میلی لیتر روغن فرق ندارد. خاص لیویچینی مسئله باشد، خواه رستیتینی مسئله باشد، فرق ندارد. نقص کک لحت میزنیم. در اینجا دخترها من 100 میلی لیتر کفیر استفاده بردم. سمیتانه یا کفیر استفاده میبریم. در اینجا 250 گرم آرد همراهی 12 گرم رزر خریدید. هر دوشه اسید نقص که گذرانده آمیخته میکنیم. با میکسری دستگی حتما همین طور آمیخته میکنیم. نقص که آمیخته میکنیم. در اینجا دخترها من شفتالو کمپات شفتالو بین از همون استفاده بردم. شفتالو همون استفاده بردم برای آرایش کیکساما. خواه ابریکاس باشد، خواه پرسیک باشد، فرق ندارد دخترها. من در اینجا من قالبچه همه گرفته آماده کردم. حتما خمیرامو 1.5 قاشقی به درونی انداخته در حرارت 200 گرادوس 20 دقیقه نگاه می‌داریم. انا همیتر من شفتالو و بالای کیکساما همیتر آرامتیم. حتما دخترها تیار کنید کیکسی با مزه بیاد.
دخترا منو در اینجا کیک ما پخت. حتما به مزه آمد. حتما تیار کنید، پشیمان نمیشوید. منم ملایمی با مزه آمد دخترا. خیر دخترا، در پناه الله مهربان باشید. تا ولاگ های آینده در پناه خدا باشید. خیر.